مرسی. آقا سام. کلاس اول. اسم جشن اماد. جشن کلاس اولیا. جشن شکوفا. چون من تا نمیدونم کلاس نمیدونم. خیلی خوشحالم. کلاس خوبه. بله. اونم خوشم میاد ولی کلاس مهم‌تره. چون آدم میخواد باسواد بشه. سلام. سلام. اسم شما چیه؟ سامیا. آقا سامیا. خیلی خوشحال نیستی از اینکه اومدی مدرسه نه؟ نه. کلاس اول یاده. اسم معلمتون چیه؟ من نمیدونم تازه. چه حسی داری به مدرسه؟ من اصلا بگو مثل راحت. بعد آره دوستایی بزرگی چیکاره چی؟ آتش کشم. آهنگ گوش میدی؟ مثلا چیزو یکی میگه جاتو. نه. بلدی یه تیکش برام بخونی؟ کی میگیره جاتو سرم کبودی بوس آتو سیش نمیشم از در از سفر سختی خوبه با تو. اسماتون رو من بگو. فرهام فلاح. بارمان. بچه کلاس چندمی؟ من یک. تیم مورد علاقتون چیه؟ مدرسه. فصل مورد علاقتون تو سال چیه؟ تابستون بهار خوبین؟ تابستون. نه زمستون. چرا والا منم زمستون. چون برف بیاد. این چرا درست؟ بخاطر اینکه برف. یعنی بعد اینه منی. این همین یعنی روز اول مدرسه بود مال منم هم. چه حسی داری به شروع مدرسه؟ حس خوب. چرا حس خوب؟ چی شده؟ چون خیلی یاد میگیری و کلاس لگو هم هستی. بگو همون ماشالله چند سالته؟ 7 ساله. اسم شما؟ چند سالته؟ ماشالله. اسم شما؟ جان؟ چند سالته؟ 30 سالته؟ ماشالله خوب موندی جوون جان. من هم گفتن یه سی رو بودی جوون بودی. اسم شما چیه خوشتی؟ ماشالله. بچه ها ما
یه مسابقه داریم که قراره من یه بادکنک بدم به پسر گلمون. این بادکنک رو شما بگید، یه آهنگ پخش میشه، شما باید یه دور بچرخین بادکنک رو بدی به دوستت. خب شما هم همینطور، بادکنک دست هر کسی اون آهنگ همونقدر شد چی میشه؟ میره کجا؟ نه میره میشینه پیش دوستاش. باریکلا. بعد یه بغلش بایسته همون شده، بغلش بایسته بده بغلی، یه دور بچرخ، یه دور بچرخ، حالا بشماری عدد بس بچرخ. 1 2 3 4 5. اوه خب عمو جون اول شما وایسی بغل دوستات عمو، از جاتون نباید تکون بخوری. باشه یه بار دیگه برید. 1 2 3. یه دست قشنگ. خب حالا بادکنک رو بدیم به من بچه‌ها. موافقی که هم بچه‌ای که تو مسابقه شرکت کردن هم بچه‌ای که تشویق کردن، موافقی همه رو برنده انتخاب کنین؟ خب یه دست خیلی خوشگل بزنید به افتخار خودتون. بچه‌ها حالا همه بشینن سر جاتون. یه قشنگ بشماریم. 1 2 پسرای گلمون تبریک میگم. انشالله یه روز تشریف بیارید دعوت بشید برای جشن فارغ التحصیلی دانشگاه و دکتر بچه‌ها. پرسپولیسی یا مثل من نظر شما هم برام شما هم سلام، روز شما هم بخیر. بله زمان ما چالش هایی که بود، اولین که مدرسه خیلی سختگیر بود و فشارهایی می آورد که واقعا لازم نبود. بچه ها تو رقابت می افتادن و الان خوشبختانه همچین مشکلاتی نیستش، خیلی راحت‌تر و آزادتر هم بچه ها. و برای خودم هم خیلی مهمه که از این فضای رقابت و استرس و فشار دور باشن، چون برای ما هیچ سودی نداشت، فقط استرسش برامون که خدا رو شکر الان بچه‌ها همچین چالشی ندارن. بزرگترینش همین بود به نظرم. والا حس خاصی نداشتیم اون موقع، خیلی حسای ما مهم نبود، برای خودمون هم همینطور، چون می توجهی خیلی رومون نبود. ما رو میذاشتن مدرسه و گذاشتمون رفتیم مدرسه دیگه. ببین آدم وقتی تو مدرسه‌های مختلفو میره میبینه، اون مغناطیس و انرژی واقعا متوجه میشه که کجا برای تو هست کجا برای تو نیست. اینجا اول از فضاش خوشم اومد، اون راحتی و آزادی و خوشحالی بچه‌ها. یه جا میریم اینا بچه‌هایی که توشن شاد نیستن، یه جا میریم شادی بهت منتقل میشه و این فضایی که دوری از رقابت خیلی اونجوری چشم و همچشمی توش نیستش و بخواه حالا یه قشر خاصی بیان که خیلی تو چشم باشن، خیلی تو رقابت‌های خیلی بیخود از نظر حالا تیپ و ظاهر و فلان و این داستانا باشن توش نبود، اون راحتیشو خوشم اومد.